سلام سید عباس. قربونت داداش. سید ملک جان خوب هستی؟ چی داری میخوری؟ آیسکریم وطنی. چطوری بهتر بیاد؟ علی آقا دوربین آسا بچم آسا. چطور هستی؟ بفرما جان جان کجا آمدی جیگر؟ آمده منو میگه نه خب من میدونم اینجا آمدی کجا هستی؟ بلخ خب چی داری میخوری؟ آشکریم وطنی کجا قبل از آیسکریم خوردن کجا بودی؟ توت خورم خب چی تو خوش گذشت داد؟ سید محمد جان چطور هستی؟ جان جان بخیر اومدی؟ آمدنی و خلاص سری باغ و داخل باغ و چی دیگه در ایتالیا اومده دیگه. چطوری سید حسین؟ خوبی بابا قربون سبیلات برم. سلامت باشی. خواستگار نرفتی هنوز؟ چطور خارجی؟ خوبی ایتالیایی؟ خواستگار رفتم امریکایی جوری؟ دقیقاً جور زد نه؟ آره لوش که در رقم آیسکریم خوری ان شاء الله که تو خوش بی. کجایی؟ مادرش گرفته دیگه باباس گیری خوب هستی علی جان؟ جان جان بخیر کجا بودی جگر؟ توت خوری آسکری خوش گذشت داد؟ هویخ زنده باشی آیسکریم چطوری مشتی؟ خیلی خیلی خب زن باشه مرا میگه چه میشه نه ایتالیایی سید حسن آقا خوب گل هستی؟ کردیم ما جای خالی 3 دانه آیسکریم یک جای زن بچش خب تو کجا؟ بسیار خوبش بود بچه این همین باقی که به سر آبان بودیم من چه بلخ هست بسیار یک جای خوب است بسیار یک جای باصفا خیلی جای خوب بربشام هم اینجا بیار دیگه بچه معروف رفت دیگه یه هم که رئیس صاحب دیگه رئیس نوکر صاحب. دیگه. یکی خود این دو تا آیسکریم دیگه هم ناموده درست این نفر خدمتکارش است بسیار یک بچه خوبی با منظم ایتالیایی هم خداحافظ چی خبر برو بس افشا کنیم